دوستان عزیز، طوری که مشاهده میکنین سیلاب در ولسوالی الفاروق موج زده میآید و تیم آلات اضطرار مرکز سه جامعه پیشرفته شیویچ با حالت آمده باش قرار داره و این طوری که مشاهده میکنین دره تقریبا پر از سیلاب است و این سرک هم تکمیل سیل داره دیگه. سیلاب موج زده میآید. این راه ورود و مرور تمام دهقانان و مردم کارگر ولسوالی است. امیدوار هستم که کسی به این دره گیر نمانده باشه و اگر گیر مانده باشه نجات او اشخاص واقعا دشوار است. یا الله خیر. دیگه دوستای عزیز، این اول سیل است. طوری که مشاهده میکنین ما به خاطر حالت اضطرار آمده باش قرار داریم که خدای ناخواسته اگر کدام کسی زخمی بشه و ما آنچه توان ما باشه و یا آنچه از دست ما بر بیاید کمک کرده بتوانیم، ولی آرزو دارم که کسی در این دره گیر نمانده باشه.